سلام و درود به همه بینندگان عزیز این ویدیو. امروز میخوام از بخش کنکور رو که دادم تا تمام دوران دانشجوییمو براتون تعریف بکنم. خب من کنکور رو که دادم، نتایج که اومد ما کجا بودیم؟ ما مشهد بودیم. بعد شب بود ساعت 10:30 اینا، یهو پیام اومد تو تلگرام و اینا که نتایج کنکور اعلام شد و فلان شد از این حرفا. ما هی سایت رو رفرش میکردیم، مگه سایت بالا میومد؟ هی رفرش میکردیم آخر یهو بالا اومد و زدیم، نمیدونم کد ملی اینا بود چی بود، زدیم و نتیجه کنکور رو دیدیم. من رتبه کنکورم شد 1850 و نمیدونم فکر کنم 6 7 و اینها. بعد من اصلا انتظارم همچین چیزی نبود، که من انتظارم حداقل زیر 1000 بود. یعنی اونجوری که من تلاش کرده بودم و طبق مثلا پیش‌بینی های نمیدونم قلمچی و فلان و اینها، من تو ذهنم بود که خب زیر 1000 باید بشم دیگه. هیچی شد دادم 1800 خورده ای و تمام اون چیزایی که تو ذهنم بود همه رو سرم خراب شد و چقدر گریه زاری و فلان و که آقا نشد و ما این همه تلاش کردیم و فلان و از این حرفا. خیلی شرط ناراحت کننده و دردناکی بودش. بعد هیچی گذشت، رسید به بخش اون انتخاب رشته و فلان و اینها که زدم دیگه تک تک رشته‌های مختلف. 150 تا فکر کنم انتخابه، 150 تا رو حالا با ترتیب اولویت و کمک بابا و فلان و مشاور و از این حرفا اون 150 تا رو پر کردیم. فکر کنم اول دندونا رو زدم، دندون پزشکی ها رو زدم، بعد داروسازی ها رو زدم چون من پزشکی خیلی علاقه نداشتم، داروسازی ها رو زدم، بعد آخراش دیگه مثلا پزشکی ها رو زدم. حالا بعد همه شهرها رو هم زدم. خیلی جالبه که زاهدان و نمیدونم سیستان بلوچستان و اینا همه رو زدم. من خودم چون تهران زندگی میکنم گفتم اب نداره آقا، دولتی باشه هر جا باشه میرم، هر جا باشه میرم، به هر حال رشته مهمه و شهر مهم نیست و از این حرفا. همه رو زدیم. آخراش اون انتخابای آخر یه چند تا فیزیوتراپی هم حتی زدم. فیزیوتراپی دانشگاه تهران، اونا رو دیگه نزدیک زدم، دانشگاه تهران رو نمیدونم شهید بهشتی و فکر کنم اینجوری بود، اونا رو زدیم. بعد عرضم به خدمت شما که بعد از این قضیه که تموم شد، رسید مثلا به انتخاب رشته دانشگاه آزاد یا همچین چیزی. دانشگاه آزادم داروسازی آزاد تهران رو زدم که چیز باشه. بعد رسیدیم حالا چی قبول شدم توی عرضم به خدمت شما دولتی. من فیزیوتراپی دانشگاه تهران قبول شدم. بعد از اون ورم داروسازی آزاد قبول شدم. یه شب مونده بود که آقا، یعنی اون شب تصمیم گیریه یه شب بود که فردا بریم آزاد ثبت نام بکنیم یا بریم فیزیوتراپی دانشگاه تهران ثبت نام بکنیم. پدرم یه نکته‌ای رو به من گفتش که ببین تو اگر فیزیوتراپی بخوای بری، اکثر بیمارات افرادی هستن که مسنن، حوصله ندارن، درد دارن، از این حرفا. تو باید اینا رو مدارا کنی باهاشون، تو میتونی. من با خودم فکر کردم نه، من حوصله خودم هم ندارم بخوام این همچین کاری بکنم، نه اصلا از من بر نمیاد. هیچی دیدم بر نمیاد از من. چند بارم این ور اون ور تحقیقات کردیم تو مثلا داروساز محلمون، این ور اون ور فیزیوتراپی، اینا سوال رو کرده بودیم. اون موقع میگفتن همه خب داروسازی بهتره. ما خب طبق این رفتیم، خب داروسازی رو انتخاب کردیم و دانشگاه آزاد خوندیم، یعنی اون ثبت نام کردیم و اینها. بعد اون موقع شهریش چیزی که خاطرمه، ترمای اول ماهی 5 تومن 6 تومن این حدودا بود ماهی، که منظورم ترمی 5-6 میلیون اینها بود. که حالا ترمای آخر که میشه مثلا پارسال پیارسال دیگه فکر کنم ترمی 15-16 میلیون هم رسید. الان که ظاهرا خیلی بیشتر از این حرفا شده که اونو دیگه خیلی خبر ندارم. به هر حال اینجوری شد، ثبت نام کردیم. بعد حالا دانشگاهی که من میرفتم همه تقریبا دانشگاه آزاد تهران، این 90% خانوم هستن. یعنی کلا
ورودی ما فکر کنم 20-25 تا پسر داشت، 100 خورده ای حالا دختر بودن. هیچی، اونجا شروع کردیم درس خوندن و ترمای اول سعی کردیم خب با همه آشنا باشیم و فلان و اینها. ترم 2 شد، ترم 3 شد، بعد دیدیم نه اصلا جو جوریه که نمیشه با همه رفاقت کرد و دوستی کرد و مثلا فلان دیگه. منزوی شدیم اصطلاحاً. 1-2 نفر از این پسرها باشون دوستی کردیم، حالا تو گروه ها و فلان و اینها رفاقت کردیم که ببینیم به چه نتیجه میرسیم و چه جوری پیش میبریم قضیه رو. خیلی هم به هم دیگه کمک کردیم، خیلی هم خوب بود. این قسمتش خوب بود. حالا بقیه چیزاش روابط انواع اقسام این برابر حرف و اینا خیلی میرفت میومد. کلا من سعی کردم بعد از مثلا 2-3 ترم سعی کردم که از کل این حواشیه به دور باشم، سعی بکنم درس رو بخونم. بعد هیچی، ترمای اول هی میرفتیم این ور کافه اون ور کافه، این ور نهار بخور اون ور فلان بکن. بعد وضعیت مالی خیلی مهم بود. من خیلی کلا خیلی وضعیت مالی مثلا خوبی رو نداشتیم، این متوسط بوده. بعد خب اون اوایلم که خیلی کار نمی کردم که وضعیت مالیمونم میگم خیلی تعریف جالبی رو نداشت. کلا یه مبلغی به عنوان ماهیانه میگرفتم، خیلی سعی میکردم اینو مدیریتش بکنم که تموم نشه. اکثرا هم خیلی سخت بود مدیریتش. مثلا بچه ها میگفتن بیا بریم فلانجا، بیا بریم به سارجا، شاید مثلا از 10 تا 20 تایی که به من پیشنهاد میشد یه دونه‌شو میتونستم برم. میگم چون خیلی وضعیت چیز نبود. حالا کار نداریم، گذشت های ترمای مختلف گذشت و هی درسا سخت‌تر میشد، هی اصلا وقت بیرون رفتنه کمتر میشد، هی میرفتیم سراغ کتاب و مطالعه و اینا. مثلا کتابخونه گاهی وقتا من میرفتم، خیلی کتابخونه درس خوندن دوست ندارم ولی خب کتابخونه گاهی وقتا میرفتم. بعد عرضم به خدمتتون که هیچی، گذشت این قضیه. گذشت، رسیدیم به کارآموزی ها، کارآموزی بیمارستانی و شهری و اینا درسای سنگینی هستن و امتحاناشون هم معمولا توی داروخونه برگزار میشه. یعنی یه داروخونه آموزشی داره دانشگاه، شما میری داخل داروخونه، اساتید هستن ازتون امتحان میگیرن یا میگن مثلا این نسخه رو بخون، مثلا یه نسخه عادیه، یا نسخه رو بخون، نسخه رو باید بخونی، مثلا میگن آقا برو جمع کن، یعنی نسخه رو بپیچ. عملا می نسخه رو جمع میکنی میاری، دستوراشو باید توضیح بدی. خیلی سوالا ممکنه از توی اون نسخه ازت بکنن که آقا این نسخه اینجوریه اونجوریه، این کارو باید براش بکنی. مثلا بیمار الان مشکلش چیه، تشخیص شما چی بوده، بعد مثلا اینجا این دستور پزشک زده درسته یا درست نیست، اگر مثلا درست نیست چه کار باید انجام بدی. همه اینا رو ازت سوال میکنن، یه سری سوال محاسباتی و یه سری سوال علمی و اینها، همه رو از همه جا ازت سوال میکنم. بنابراین میتونه مثلا یک چالش خیلی بزرگ باشه امتحان کارآموزی کلا برای داروسازها. دانشگاه معمولا ترم که میره بالاتر، اوایل خیلی جدی میگیری و مثلا شروع میکنی درس خوندن. من هیچ وقت یادم نمیره ترم 1 فکر کنم آناتومی داشتیم، 1 واحد بود 2 واحد بود نمیدونم چقدر آناتومی داشتیم. من این کتابو میذاشتم جلوم، بعد اولین باره با یه اسمای آشنا میشه که شما اصلا متوجه نمیشید چی و متوجه نمیشی، یعنی اصلا معلوم نیست چه خبر هست. اسمای خیلی سخت و اینها داره. بعد کتاب باز میکنی، انقدر باید از روی این بخونی که اون اسما دیگه خیلی برات آشنا بشه. مثلا چه میدونم، مثلا میگن این استخون دست چی میشه به انگلیسی، چی میشه اونجا، چی میشه ترقوه، چی میشه، از این حرفا. بعد اینا رو کتابش رو هیچ وقت یادم نمیره، همیشه دنبالم بود، هی از روش میخوندم این اینجوریه اون اونجوریه، انقدر مثلا خونده بودم اینا رو دیگه حفظ شده بودم. بعد خب همه که اینجوری درس نمیخونن که مثلا اسما رو به این و اون میگفتم، همه گفتم واه مثلا تو چقدر بلدی فلانی اینها. خیلی وقتا سعی میکنم به این و اونم آموزش بدم که آقا این اینجوریه اون اونجوریه و اینها، که مثلا چه اتفاقی میفته. بعد رفتیم سر جلسه امتحان و امتحان دادیم و میگم اوایل معمولا سیستم به این صورته، خیلی جدی میگیری قضیه رو. بعدن که میره جلو هی درسا سخت‌تر میشه، هی تو کمتر جدی میگیری، هی سخت‌تر میشه هی کمتر جدی میگیری. بعد میرسه به شب امتحان میبینی مثلا چه میدونم 1000 صفحه کتاب مونده، تو هیچی نخوندی، فردا میخوای بری امتحانشو بدی.
دیگه شب بیداری ها شروع میشه، کافئین مصرف کردن و قهوه خوردن و فلان و اینها شروع میشه. هی کتابا رو میخونی، درسا رو میخونی، میری امتحان میدی. بعد مثلا فرض کن تو دبیرستان شما مثلا میگم اگه مثلا 15 16 میگرفتی میگفتی خب خوبه، خیلی مثلا چیز نبوده، مثلا 17 18 دیگه عالی بوده، 12 13 میگی افتضاحه. توی داروسازی به درسایی میخوری که 10 بگیریم که اوه شاهکار کردم، 10 گرفتم پاس کردم تموم شده رفته، فقط تموم شه بره این قضیه. مثلا یه درسی که بهتون بگم مثلا گیاهان داروییه، واقعا سخته، یعنی واقعا درس سنگینیه. مثلا یه گیاهو در نظر بگیر، یه اسم علمی داره، یه اسم کامن نیم داره، اسمی که اونجا مثلا چی بهش میگن، تو کشور خودمون اسمش چیه. یعنی یه گیاه 7 10 تا اسم داره، شاید مثلا 3 4 تاش تو ذهنت بگنجه، ولی اون اسم علمیه یه اسم لاتین خیلی ثقیلیه که مثلا تا حالا به گوشت شاید نخورده باشه. این قضیه حفظ کردنش سخته. بعد امتحانش هم اینجوریه که هر کدوم از این اسما رو ممکن از این 5 تا اسمو بدن بگن اون یکی اسمشو بنویس. بعد فقط این نیست، ماده مؤثره دارن، اون قسمتی که حالا توی داروسازی استفاده میشه کدوم قسمت گیاهه، همه اینا رو شما باید یاد بگیری. مثلا گیاهایی هم که هستش معمولا 300 400 تا گیاه مختلفه که حالا اینا رو باید اینجوری حفظ بکنی. یعنی شما با دنیا و دریایی از اسم سر و کله میزنی که مثلا 90% هیچ وقت به گوشت نخورده، شاید 10% تو عطاری و این ور اون ور مثلا به گوشت خورده باشه، مثلا اسفرزه مثلا شاید به گوشت خورده باشه، ولی اسم علمی و اینهاش خیلی به گوشت نخورده و باید حفظش بکنی. لذا درس رو اون پاس کردن اون درسه واقعا سخت میشه. 10 میگیری میگی خوشحالی، او 10 گرفتم باریکلا به خودم پاس کردم درس. به هر حال یعنی این چیزا هست. از این میری سراغ فارماکولوژی، یعنی ممکنه فارماکولوژی در واقع باش مواجه میشی، تازه میفهمی خب داروسازی از اینجا شروع میشه. ترم مثلا فکر کنم 4 5 ایناست، داروسازی از اینجا شروع میشه و تازه میگی که خب حالا ببینیم چه هست، حالا استامینوفن مثلا چیه، کاربردش چیه، نمیدونم ماکسیموم دوزش چیه، دیگه چه کاربردهای دیگه ای داره، حالا اگر مثلا سمیت ایجاد کرد چه دارویی باید مصرف بکنی و فلان و اینها. اونم خیلی حجیم هست. میگم انقدر میخونی داروسازی، نمیدونم تو ویدیوهای قبلی گفتم داروسازی اینجوریه که مثلا این یک دارو رو در نظر بگیر، تو کل اون 6 7 سالی که درس میخونی از زوایای مختلف به این قضیه نگاه میکنی، از زوایای مختلف این قضیه نگاه میکنی، یه جورایی ملکه ذهنت میشه. مثلا فرض کن از اینجا میگیری مثلا مکانیزما چه، از اون قسمت مثلا تو شیمی دارویی ساختارشه، از یه قسمت دیگه مثلا تو بالینی کاربردهاشه، اینجوری میره جلو دیگه قضیه. حالا اینا رو بذاریم کنار، بحث زندگی دانشجویی. کلا شما تو زمان دانشجویی باید یه کار پاره وقت به هر حال پیدا کنی. حالا میگم داروسازی خوندن یک در واقع شغل حساب میشه و یک کار 24 ساعته، چون درسا سنگینه خیلی کم پیش میاد که شما بتونی به صورت روتین بری جایی کار بکنی، ولی به هر حال باید یه کار پاره وقتی داشته باشی، چون هزینه ها خودتون میدونید دیگه، هزینه ها خیلی سنگینه. نتیجتا باید حتما از یه جایی یه پولی برسه، یا خب باید بابا پولدار باشی که حالا پدر خانواده ساپورت بکنن، یا باید خودت یه کاری رو انجام بدی. من خودم تو دوران دانشجویی واقعیت اسنپ کار میکردم، یعنی مسافر جابجا میکردم، یه مبلغی دستمو میگرفت، به هر حال زندگی میچرخید دیگه. میگم اون اوایل که کاری نداشتم که اصلا افتضاح شده، مثلا یکی دو ترم اول واقعا در شرایط اسفباری به سر میبردم. بعدن که خب حالا اسنپ شروع کردم به اسنپ کار کردن، باز یه ذره بهتر شده. حالا بازم میگم نمیصرفید، ولی خب باز یه ذره دست و بالم بازتر شده بود، 4 تا کار دیگه میتونستم انجام بدم. بعدا رسید به ترم مثلا 7 و 8 که فکر کنم 8 که حالا یک نامه‌ای تحت عنوان نامه 180 واحدی به شما میدن که مجوز داری بری مثلا داروخونه‌های مختلف کار بکنی، که حالا جدیداً باز این قضیه رو برداشتن، یکی در میون داروخونه‌های مثلا دور افتاده تو مثلا حاشیه شهر باشه بازرسا قبول میکنن، داخل تهران معمولا اون نامه رو قبول ندارن و کارت نظام پزشکی رو فقط قبول دارن. اون موقع خیلی شرایط اینقدر جدی نبود، با این نامه شیف میرفتیم، من میرفتم مثلا
به خودم قول داده بودم که برای اینکه خب تجربم زیاد بشه هیچ شیفتی رو نه بهش نگم، هر جا که هست برم شیفت بدم. مثلا من توی فردیس رفتم، مثلا چه میدونم رودهن رفتم، شهریار رفتم شیفت دادم، از این ور زعفرانی و ولنجک و اینا هم شیفت دادم. یعنی پایین تا بالای شهر رو سعی کردم شیفت برم که با فرهنگ ها، با اون سبکی که هستش آشنا بشم. بعد هر داروخونه به هر حال چون با توجه به اون پزشک هایی که دورش هست، درمونگاهی که دورشه، کلینیک اگر دورشه، نسخه هاشون متفاوته. یا میبینی یکی کلینیک زنان بغلشه، نسخه ها همه زنان هستش، یکی درمونگاه نسخه ها همه سرماخوردگی روتین و سرم و فلان و ایناست، یکی میبینی مثلا سیستم چه میدونم مثلا زیبایی، عمل زیبایی، نسخه های زیبایی بیشتر میاد، پوست و مو بیشتر میاد. اینجوری شما یک داروساز همه فن حریف میشی که همه جا کار کرده. یا مثلا بعدش که این شرایط پیشرفت میتونی بری یه داروخونه تخصصی، مثلا تخصصی بیماران ام اس، مثلا تالاسمی، تخصصی داروهای سرطان فلان اینها. این میتونی این کارا رو انجام بدی و یک داروساز همه فن حریف بشی که تجربت هم نسبتا زیاد بشه. بعد هر سال هم که پیش میره خب به هر حال داروخونه‌های مختلف اگر بری تجربت قطعا بیشتر میشه، قطعا شرایط برای شما بهتر میشه از لحاظ تجربه. شیف میری خب چون مبلغ به هر حال کارت اینه، مبلغ خیلی خوبی رو بهت میدن نسبت به اون شرایطی که قبلا هست، مبلغ نسبتا خوبی رو بهت میدن. شما دستت یهو باز میشه، یهو دستت از لحاظ مالی باز میشه و خیلی بهتر میتونی خرج بکنی. نتیجتا از این کار خوشت میاد دیگه، هر کی که هر کاری بکنه در قبالش پول بهش بدن جایزه هست دیگه. بیشتر شیفت میری. اوایل خیلی، من خودم خیلی شیفت میرفتم، یعنی 48 ساعت 72 ساعت شیفت پر میکردم. میرفتم یه داروخونه مثلا شبانه روزی 3 روز اونجا بودم مثلا. بعد خب مبلغی هم که میگیری نسبتا خوبه دیگه. حالا نمیگم در شرایط الان خوبه، میگم به نسبتی که حالا قبلا هر کاری میکردی بهتره دیگه. هیچی، ذوق میکنی، هی شروع میکنی کار کردن، بعد هی با آدمای مختلف سر کله میزنی، هی آدمای مختلف میبینی، هی جنگ و دعوا، بحث و جدل و اینها میبینی. بعد میبینی داروخونه، میگم یه محیطیه که خب اکثر اشخاصی که مراجعه میکنن بیمار هستن و شرایط ذهنی خوبی رو ندارن دیگه. یعنی طرف مثل بمب در حال انفجار، شما ممکنه یه چیزی بهش بگی یهو بهتره که بعد دعوا و بحث و جدل و تنش ایجاد بشه. نتیجتا اینا همه رو روان تاثیر میذاره. یه مدت خیلی مثلا کوتاهی، در حد مثلا 1 سال 2 سال اینجوری شدید کار میکنی، بعد واقعا ذهن دیگه خسته میشه. من الان واقعا ذهنم خسته است از این قضیه. ذهن دیگه خسته میشه، اون موقع دیگه میای روی روتینه، مثلا روزی 6 ساعت 7 ساعت 8 ساعت سعی میکنی کار بکنی، مگر اینکه خب شرایط بخوای پیشرفتی داشته باشی مجبوری اجباراً حالا بیشتر کار کنی، 10 ساعت 12 ساعت کار بکنی، که اونم میگم تو این شرایط مبلغی نمیشه. ولی خب خوبیش اینه که هر چیز کوچیکی رو بخوای میتونی بخری بدون فکر. خیلی وقتا هر چیز کوچیکی میتونی بخری. مثلا فرض کن مثلا موبایل بخوای بخری، بهترین موبایل رو شاید بتونی بخری، شاید مثلا بهترین لپتاپ رو بتونی بخری، خب ولی هیچ وقت نمیتونی مثلا بهترین ماشینه رو بخری یا مثلا بهترین خونه رو بهترین خونه که هیچ، اصلا خونه بخوای بخری اصلا بخوای یه دونه خونه بخری یه ذره سخت میشه. نمیگم نمیشه ها، یه ذره سخت میشه. حالا با این تورمی که هستش یه ذره این قضیه سخت میشه. در کل یه ویدیویی خواستم بگیرم این درد و دل بکنم، تمام اون شرایطی که تو این مدت داشتم رو بتونم بگم. همش هم تقریبا گفتم، هر کدوم یه گوشه یه اشاره کوچیکی کردم که حالا متوجه بشین جریان کلا تو داروسازی به چه شکله و اون شرایطی که حالا به ما میگذره، اون شرایطی که به ما گذشته و اینها رو سعی کردم تو این ویدیو براتون کامل که نه ولی خب نسبتاً جامع توضیح بدم. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. ممنونم که ویدیو رو کامل تماشا کردی. مرسی.